بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله عزیز همی گوش میکنیم شما را. شما در پرمای افیر هستیم برادر عزیز. بودی جمله همی دعا کردن نزد قبر اولیا درست هست؟ سلامت باشید، سلامت باشید. دیگه سوالی نداریم. من سلامت باشید. این سوال بسیار جالب کردن در موضوع ما. میگویند که آیا دعا کردن در نزد قبر اولیا رحمت الله علیه جایز هست یا نیست؟ شما ببینید این سوال میکند از استغاثه، یا شاید گمان این، یعنی سوال این اگر برای این باشد که ما رفته در اونجا دعا بکنیم، هیچ شکی نیست این اجازت است. ما میریم در سر منزل قبر اولیای از اولیای خدا، یعنی دوستی از دوستان خدا، ما برای اون دعا میکنیم. نه خاک اون رو میگیریم، نه طواف در قبر اون میکنیم، نه چیزی از خاک اون بر میداریم و دعا میکنیم از خداوند برای رحمت و مغفرت اون، برای آخرت اون دعا میکنیم. اما استغاثه از اونها این شرک است، این گناه است. ما از اونها چیزی طلب نمیکنیم بعد از مردنشون. اینها سوال کردن که بعد از مرگ، یعنی قبل. برای همون من میخواستم درباره استغاثه یک معلوماتی برای شما داشته باشم. استغاثه یعنی طلب العون، طلب نصرت، طلب کمک کردن. کمک کردن، طلب عون و نصرت کردن. اول اینکه قرآن میگوید استغیثون ربکم فاستجاب لکم. استغاثه یعنی طلب عون و کمک کردن، نصرت کردن از الله طبق نص قرآنی و طبق مقام بندگی پیش پروردگار این عبادت حساب میشه. باید ما نصرت، عون، کمک، پسر، دختر، کامیابی در زندگی دنیا همه را از خدا طلب کنیم. استغاثه از خدا، خداوند میگوید وقتی که شما طلب از من پروردگارتون میکنید فاستجاب لکم، من اجابت میکنم دعای شما، طلب شما را برآورده میکنم. برای همون استغاثه تقریبا به 4 تقسیم می شود. اول طلب استغاثه، طلب کردن، این از خداوند درست است. یا طلب کردن از بندگان خدا که با اون امری که ما از اون طلب میکنیم اون قدرتش را دارد. در قصه حضرت موسی علیه السلام میگه فاستغاثه الذی من شیعته، که قرآن نقل میکند که اونی که از قوم و قبیله موسی بود طلب کرد، استغاثه کرد و حضرت موسی هم زنده بود و قدرت بر اونها کار داشت و اون را کمک هم کرد. و دوم استغاثه می شود که از انسان مرده باشد، طلب نصرت و کمک و پسر و دختر و کامیابی در زندگی از اون طلب کردن بعد مردن این گناه است. این از دیدگاه اهل سنت و جماعت معنی است. و سوم چیزی که البته این 4مین مرحله شید، طلب کردن، استغاثه کردن یعنی طلب کردن کمک و نصرت و عون از انسانی که از چیزی که اون با اون چیز قدرت ندارد، با اون چیز فقط خدا قدرت دارد. مثلا انسان از ملائکه، از جن، از اولیای، از بزرگ طلب کند که مرا داخل جنت کن، مرا از جهنم نجات بده. این چیزهایی هستند که قدرت این فقط پیش پروردگار است. برای این نوع کمک، این نوع نصرت طلب کردن اینا گناه و منع هستند. برای همون پس سوال شما جوابش همین می شود که طلب عون و نصرت و کمک کردن از اولیا بعد از مرگشان اجازت نیست و گناهی کبیره هست در نزد قبر اونها.